بسم الله الرحمن الرحیم. پیوند خویشاوندی عمر را دراز می کند. از انس ابن مالک الله تعالی از ایشان راضی باد روایت می کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر که خواهد که رزقش وسع شود و باقی عمرش دراز شود، با خویشاوندانش علاقه کند. از ابو هریره الله تعالی از ایشان راضی باد روایت می کنند که آن کس گفتند: شنیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چنین می گفتند: هر کی با وسع شدن رزقش و دراز شدن عمرش شاد شدن خواهد، با خویشاوندانش علاقه کند. هر کی با خویشاوندانش علاقه کند، اهلش او را دوست می دارند. از عبدالله ابن عمر الله تعالی از ایشان راضی باد روایت می کنند که آن کس گفتند: هر کس که از پروردگارش بترسد و با خویشاوندانش رفت و آمد کند، اجلش به تأخیر گذاشته شود و مالش زیاد گردد و اهلش او را دوست دارند. به همین خاطر برادران و خواهران عزیز، با برادران خود، با خواهران خود و با عمکی و عمه و خاله و تقایی، آن کسانی که صله رحم حساب می شوند، رفت و آمد را هرگز کنده نکنید. همیشه از حال آنها خبر گرفته استید، زیرا این سبب می شود تا که عمر شما دراز و با برکت شود و رزق شما زیاده گردد. به هر راهی که می توانید با آنها همیشه پیوند خویشاوندی را کنده نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.